سلام بچه‌ها، امیدوارم حالتون خوب باشه. به ورکشاپ دوم خوش اومدید. ما توی ورکشاپ اول مقدماتی اومدیم با هم دیگه 0 تا 100 طراحی یک کابینت مدرن با هم دیگه کار کردیم، نقشه‌های فاز 2 رو کشیدیم، بعد با هم دیگه رفتیم متریال سازی کردیم، نورپردازی کردیم و در آخر رندرش رو گرفتیم. من تصمیم گرفتم این آموزش‌ها رو به صورت ورکشاپ ضبط کنم، مثلا هر پروژه‌ای رو در قالب یه ورکشاپ جداگانه ضبط کنم که بچه‌ها بر حسب نیازشون بیان ورکشاپ رو ببینن. مثلا بچه‌هایی که هیچ آشنایی با 3D Max و ویری و اتوکد و اینا هیچ آشنایی ندارن و میخوان آموزش رو ببینن و از صفر شروع کنن، بهشون پیشنهاد میکنم از ورکشاپ یک نگاه کنن که مقدماتیه و در ادامهش بیان همینجوری دونه ورکشاپ‌ها رو نگاه کنن تا آخر. بچه‌هایی هم که قبلا کار کردن و آشنایی دارن با برنامه‌ها میتونن بسته به نیازشون ورکشاپ‌های مختلف رو نگاه کنن، چون ما فقط آشپزخونه رو کار نمی‌کنیم. ببین هر سازه چوبی یا MDF که بخوایم بسازیم ما تمرین می‌کنیم. مثلا توی این جلسه ما می‌خوایم بریم یه پروژه اجرایی با هم دیگه کار کنیم. کارفرما به من زنگ زده که یه همچین اتاق مدیریتی داره، حالا من عکسای دیگه‌ش هم باز می‌کنم، میگه آقا می‌خوام روی این دیوارم یه دکوری کار بشه که پشت میز مدیریتش باشه. اینجا میز مدیریتش رو میخواد بذاره و این پشت رو میخواد کاور کنه. حالا ما 0 تا 100 اینو با هم دیگه توی این جلسه ولی جلسات بعدی کار میکنیم و مثلا این ورکشاپ تموم شد میبندیمش و میریم ورکشاپ بعدی. ممکنه کار بعدیمون یا آشپزخونه باشه، ممکنه یه کمد دیواری باشه یا هر چیز دیگه ای. خب پس بریم شروع کنیم آموزش رو داشته باشیم. من عکسای پروژه رو قشنگ بهتون نشون بدم. ببینید ما یه دونه دیوار داریم، یه اتاقی هست که اتاق مدیریته. یه دیوار پشت سرش رو میخواد کامل کاور کنه. حالا یه سری ایده ها به من داده که گفته دوست دارم کارم اینجوری باشه. من بهتون میگم چه چیزایی بهم گفته. دیگه یه پنجره داره تو اتاقش، یه شوفاژ داره اینجا، یه دیوارم این برداره که من همه این اندازه‌ها رو برداشتم و اندازه‌هاش به این صورت میشه. ببینید ما یه 60 سانت و نیم فرو رفتگی داریم. بعد یه دونه 52 و نیم تا 53 و نیم یه دیوار اینجا داریم، یه ستون داریم که کجی داره دیگه، طبیعیه. عمق اینجا 22 سانت، عمق این بر 16 و 8 سانت، یه 188 تا 188 و نیم، یعنی یه جای دیوار 188 بود، یه جای 188 و نیم بود. اینجا داریم دیوار این برمون 260، دیوار این برمون 157 تا پنجره، 191 از پنجره به بعدمون هست. اوکی، بریم تو عکس نگاه کنیم دقیقاً. ببینید اینجا یه ستون داریم زده بیرون، اینجا پنجره داریم و یه سری کلید پریز هم داخل کارمون داریم که زیاد باهاش کاری نداریم. اول از همه من برنامه اتوکدمو باز میکنم. خب ببینید بچه‌ها، من اتوکدمو باز کردم. من یه فایل خالی در اختیارتون میذارم، یه فایل خالی نه، یه فایل اتوکد در اختیارتون میذارم. شما میتونید از همین فایل اتوکد استفاده کنید تو همه پروژه هاتون که دیگه نیازی نباشه هر سری بیاید لایه بندی کنید و یه سری کارهای مقدماتی رو انجام بدید. من اینجا همه کارامو انجام دادم. ببینید من اینجا لایه بندیامو همه رو انجام دادم. دیگه نمیام هر سری دونه اینا رو لایه بندی کنم، ضخامت تعریف کنم واسه خطوطمو. همه اینا رو واسهتون انجام دادم، بهتون میگم چطوری استفاده کنید. دیگه لازم نباشه هر سری برید خودتون لایه بندی کنید. اول از همه میام اینجا ابعاد دیوارامو میکشم. یه 157 داریم، یه 60 سانت و نیم. خب یونیتمو باید تنظیم کنم. میخوام چی باشه؟ میخوام سانتی متر باشه. یو ال رو تایپ میکنم، میام توی این قسمت میذارمش بر حسب سانتی متر. اوکی. حالا میام لاینمو برمی‌دارم، میرم دوباره عکسمو نگاه میکنم. 157 60 سانت و نیم. 157 من یه دقیقه لایه صفرمو فعال کنم بعد بهتون میگم چطوریه. اول با لایه صفر میخوام بکشم. لایه صفرمو فعال کردم، تیک خورد کنارش میبندمش، لاین انتخاب میکنم، میکشم، میگم آقا 157 این دیوارم بود. اوکی، اینتر رو میزنم، میام بیرون. میتونم اینترم نزنم. این ور بود یه 60 سانت و نیم. اوکی، دوباره میرم توی ابعادم، یه 53 و نیم میکشم. نه ببخشید، عمقش اول باید بکشم. 22 سانت اینجا، یه 22، یه 53 و نیم، یه 16 و 8، 188 و نیم. 16 و 8. ببین موسمو میگیرم به سمتی که میخوام، 16 ممیز 8 رو تایپ میکنم، اینتر میزنم. بعد میام سمت این بر میگیرم موسمو 188 و نیم. اوکی، یه دیوارم این بردارم 263. موسمو به سمت این بر میگیرم 260 رو تایپ میکنم، اینتر رو میزنم. اینتر. ببین این دیوار کلی کار ما میشه. حالا من اینجا یه دونه پنجره دارم، میخوام تمام قسمت‌های این اتاقو بکشم دیگه. حالا قسمتی که کار دارم اینجاست، ولی من کلشو میکشم که بعدا میخوام برم تو 3D Max راحت‌تر باشه کارم. یه 191 پنجره داریم ما اینجا. من اینجا پنجره رو میکشم، 191 اینتر رو میزنم. اوکی. حالا این بلکه دید نداره دیگه، من میام یه 220 سانت حدودی یا هر چقدر دوست داری میکشم، یه اینتر میزنم. اینجا هم دیوارم تموم شد دیگه، این بر راهرو بود دست خودمه. میکشم مثلا 150 سانت، میام این برتر، من میگم آقا این اتاق منه. اوکی، آفست رو میزنم، میگم آقا 10 سانت آفست بده. اینو میزنم رو به بالا، اینم میزنم رو به بالا، اینو میزنم به سمت بیرون، اینم میزنم به سمت بیرون، اینم به همین صورت. 10 سانت به سمت بیرون، از هر کدومش چی میکنم؟ فاصله میندازم که دیوارم مشخص باشه. حالا میام اینجا اف رو تایپ میکنم، اینتر میزنم، ام رو تایپ میکنم، اینتر میزنم. میگم آقا شما دو تا به هم دیگه وصل شید. اوکی،
شما دوتا به همدیگه بسشید، شما دوتا به همدیگه بسشید، همشون رو به همدیگه فیلت میکنم. شما دوتا به همدیگه بسشید، این دوتا رو بزنم ببینم چی میشه. نمیشه. یه آفست دیگه میزنم 10 سانت، اینم یه دونه میدم بالا، اینتر رو میزنم، اف تایپ میکنم، ام میگم آقا تو به این بس شو که نمیشه. اینو میارمش عقب‌تر، مثلا دیلیتش میکنم. ده سانت میگم بیا این بر، یه 10 تایپ میکنم، اینتر از اینجا میکشم بالا به سمت این بر. پشت دیگه بچا دیده نمیشه دیگه، مهم نیست. دوباره لاین فعال میکنم، از اینجا یه خط میکشم تا اینجا، اینم بس میکنم به این. اوکی، من دیوارامو کشیدم. فقط اینجا من پنجره دارم، پنجره‌مو همین الان مشخص میکنم. اینو از اینجا میکشم تا اینجا، اینم به اینجا وصل میکنم، اینتر رو میزنم. این دوتا رو رنگشون رو میکنم قرمز که بدونم چی به چیه. حالا همش رو انتخاب میکنم، جی رو تایپ میکنم، جوینشون میکنم که یکی بشه دیوارم. اوکی، حالا میام از هچ استفاده میکنم. یه هچ اینجوری انتخاب میکنم، گرادینت برای پنجره‌ام میبندمش. برای دیوارام میام یه دونه هچ دیگه انتخاب میکنم، از همین هچ معمولی یه کلیک میکنم. خیلی سایزش کوچیکه. کدوم انتخاب کردم بچه‌ها؟ اینو باید انتخاب کنم. اوکی، اینو میذارم 10، میذارمش 15 یه ذره بزرگتر شه، یا اصلا میتونم بذارمش 30 خیلی بزرگه، 25 20 خوبه بچه‌ها. میبندمش. همینجور مرحله به مرحله که میرم جلو لایه بندی‌هام انتخاب میکنم، دیوارامو انتخاب میکنم. ببینید بچه‌ها دیوارامو انتخاب کردم، میام توی این قسمت لایه ها، میگم آقا این دیوارا بره توی لایه وال. اینجا من یه لایه دارم به اسم وال. اوکی، الان همه دیوارام ظاهرش تغییری نکرد، اینجا این تو پرینت خودش نشون میده، همشون رفتن توی لایه وال. اوکی، حالا به من گفته من میخوام اینجا یه کابینت زمینی بخوره، یه باکس زمینی بخوره به صورت کامل و روی کار خالی باشه. این قسمت یه شلف دکوری بخوره، این برم یه سری طبقه رو دیوار بخوره، یه شلف بخوره. من اول از همه میام این قسمت زمینیمو میکشم. اوکی، یه خط از اینجا میگیرم، آقا میارم تا اینجا، اشکال نداره. اینتر رو میزنم تا این قسمت اومده. گفت آقا این عمقش 45 باشه، یه آفست بهش میدم، میگم 45 سانت از این تا این جلو یه دونه میکشم. اوکی، حالا دیگه عقبی رو کار ندارم، دیلیتش میکنم. حالا من میخوام اینجا رو تقسیم کنم، این دیوارم میخوام تقسیم بندی باشه، همه اندازه‌ها میخوام یکی باشه. میام اینجا یه اندازه میزنم از اینجا تا اینجا چقدر میشه؟ 302 سانت و نیم. اوکی، خب میخوام یه ثابتی اینجا بخوره که درایی که اینجا میخوره به دیوار نچسبه، چون دیوار ممکنه کج باشه، در تا اینجا بکشم واسه بخوره به دیوار دیگه باز بسته نشه، یا در اینوری ممکنه اذیتم کنه، اینجا کجی داشته باشه. من دو تا 16 میل اندازه یه ام دی اف اینجا میخوام ثابتی بندازم. پس چیکار میکنم؟ میام اینجا اول از همه ثابتیامو میکشم، میگم آقا از اینجا یه خط میکشم تا اینجا 1 سانت و 6 میل. اوکی، میگم آقا 10 سانت هم بره داخل، نمیخوام جنسیات مصرف بشه دیگه تا ته بره، در حالی که دیدم نمیشه. بعد میام آقا این بر 16 میل بیاد این بر، اینم میارمش این بر. اوکی، پس این و این میشن یونیت من. میام توی لایه یونیت اینو قرار میدم، یا میتونم بذارمش تو لایه درا چون یه نماه دیگه. اوکی، یه دونه اینجا کشیدم. بچه‌ها یه اشتباهی کردیم. ببینید ما الان می‌خوایم از اینجا تا اینجا تموم شدهمون بشه 45 سانتی متر. قاعدتاً یونیتمون کوچیک‌تر از 45 دیگه، یه ذره عقب‌تر میشه چون صفحه باید همواد در بشه. پس اینو باید 2 سانت برم عقب‌تر. یه آفست میزنم، 2 رو تایپ میکنم، اینو 2 سانت میرم عقب‌تر، اینتر میکنم. حالا تی آر رو تایپ میکنم، این قسمت اضافهشو پاک میکنم، اینو پاک میکنم، اینم پاک میکنم. کابینت من باید اینجا تموم بشه. حالا یه خط از اینجا میکشم، میام تا این قسمت دیوارم تموم میشه. حالا میخوام یه 16 میلم اینجا بخوره، میگم آقا 10 سانت برو عقب، 1 سانت و 6 میل بیا این بر، اینتر. این خط رو پاکش میکنم، اینم میبرم توی لایه یونیت میذارمش. میام اینجا لایه یونیت انتخاب میکنم، میذارمش توی لایه یونیت. خب پس من 2 تا اینجا تونستم یونیت بکشم، 2 تا ثابتیامو کشیدم. حالا یه خط میگیرم از اینجا وصلش میکنم تا این قسمت. اندازه‌شو میخوام بزنم، این اندازه قبلی رو پاک میکنم، میگم آقا از داخل این ثابتی تا اینجا چقدره؟ 299 و 3 میله. میام توی ماشین حسابم، 299 ممیز 3 میل تقسیم بر 5ش میکنم، ببینم میشه 59، یه ذره زیاده. 299 ممیز 3 میل
تقسیم بر 6 میشه 49.8 میل. خیلی خوبه، اندازه خیلی خوبیه به نظر من. خب حالا میام اینجا یونیتامو میکشم، لاینمو انتخاب میکنم، یونیتم از اینجا میره تا ته دیگه تقریبا. آفست رو میزنم 49.8 میل. 6 تا دونه گفتم میخوایم بشه. یه دونش اومد اینجا، یه دونش میاد اینجا، یه دونه میاد اینجا، یه دونه میاد اینجا، یه دونه میاد اینجا و آخری هم که قاعدتا همون 49.8 ممکنه یه ذره زیاد شده باشه. 50 سانتی 3 میل شد. چرا 49.8 49.9 میتونستم بزنمش. دیلیت میکنم. 299.3 میل تقسیم بر 6 49.88 رو میزنم. آفست 49.88 رو میزنم. یکی، دو تا، سه تا، 4 تا، 5 تا، یه دونه 6 میزنم. دقیقاً تقریبا 2-3 میل فاصله داره با این نما. اصلا مهم نیست، انقدرش توی طراحی اصلا خودش نشون نمیده، مهم نیست. یه خط از اینجا میکشم تا اینجا. اوکی. حالا من اینجا بچا دیوارم این عقب‌تر رفته دیگه، من میام همه رو همین اندازه‌ای میگیرم، میبینم اندازه این چقدره. قاعدتا 43 باید باشه. 37.8. این یکی چقدره؟ این 43. اوکی بچا. پس ببین من اینجا یه ثابتی زدم، یه دونه یونیت اینجا زدم، یه دونه یونیت اینجا زدم، 6 تا در زدم دیگه. حالا تیریمو میزنم، قسمت‌های اضافه این یونیتامو پاک میکنم. این اضافه است، این اضافه است، این اضافه است، این اضافه است، این یکی هم اوکیه. این یه دونه یونیتمو میخوام کشو باشه که وقتی بازو بستش میکنن این گوشه کار کشو باشه. اینو بچا ببینید اینجا ستون ما اومده بیرون دیگه. ما اگه یه کابینت 43 سانتی بگیریم وقتی بیایم اینجا بذاریمش گیر میکنه به دیوار. پس این یه دونه یونیت رو من کوچیک‌تر میگیرم. چطوری این کارو میکنم؟ ببینید من الان میام اینجا یه خط میکشم تا اینجا، تیریمو میزنم، اصلا نمیزنم تیریم، این مال این یکی یونیتمه. تیریمو میزنم، میام این اضافه رو از اینجا پاک میکنم. اوکی. پس من الان اینجا یه دونه یونیت کشویی دارم، یه دونه یونیت کوچولو دارم، یعنی عمقش کمتره، عمقش میشه 21 سانت. اصلا مهم نیست. میخوام اینجا یه دونه کابینت کامل داشته باشم که دو تا در روش بخوره، درش هم اندازه این میشه دیگه. پس این یه دونه کابینتمو باید اینجا رو توش در بیارم. یعنی منطقیش اینه که من اینجا رو اصطلاحا بهش میگن قناسی، یونیت قناسی درست کنم. یعنی این قسمت رو توش خالی کنم و استفاده بهینه از فضا انجام بدم که درا همه یه سایز باشه، بزرگ و کوچیک نشه. پس این دو تا درو میکنمش یه دونه یونیت و این دو تا درم میکنم یه دونه یونیت جدا. حالا میام این همین یونیت زمینی که کشیدم نماشو میکشم، بعد میرم قسمت دیواریشو میکشم. اوکی. میتونم یه کار دیگه هم بکنم، اینا رو همه رو ببرم توی لایه‌های مخصوص خودشون، یعنی لایه یونیت. میام توی لایه بندی‌ها یونیت رو انتخاب میکنم، یه اکسیت میزنم که از حالت انتخاب خارج بشه. ببینید بچه‌ها همشون رفته توی لایه یونیت من. این یه دونه رو باید ببرم توی لایه یونیت. اوکی. پس تا اینجا اوکی. یه اکسیت میزنم، اینم از حالت انتخاب خارجه. دیوارم مشخصه، یونیت‌های زمینی کامل مشخصه. میرم نماشو همینجا میکشم. خیلی راحت. بچه‌ها ارتفاع کارمون چقدر بود؟ من اینجا نوشته بودم. ارتفاع کارمون کلا هست 254. پس من میام از این قسمت، این قسمت بیرونی دیوار رو کار ندارم، از قسمت داخلی موسمو میارم روش میذارم، یه ذره میکشم بالا، یه خط راهنما بهم میده. یه کلیک میکنم، ارتفاعم بود 254 اینتر رو میزنم. اوکی. میام سمت این ور موسمو میکشم. حالا من نمیدونم کجاست که همینطور که موسمو میکشم این ور، میام پایین دیوارمو میبینم، موسمو میارم روش میکشم بالا، خودش خطوط راهنما رو بهم میده. یه کلیک میکنم. حالا میام سمت پایین، میخوام اندازه این باشه دیگه، میام به سمت پایین، میام روی این قسمت، دوباره برمیگردم صافش میکنم تا خطوط راهنما رو بده. ببین خطوط راهنما رو بهم داد. میتونم 254 رو تایپ کنم، ولی این دیگه حرفه‌ای تره. یک کلیک میکنم، میام اینجا، یک کلیک دیگه میکنم. اوکی. این از نمای روبروی ما. ببین این قسمت پایین پلن کاره، ما از بالا داریم نگاه میکنیم به باکسامون. ولی این یکی مثل اینکه از حالت روبرو بهش نگاه کنیم. خب اینم من مشخص میکنم دیوارمو، یه آفست میزنم 10 سانت که بدونم اینا دیواره. یه 10 میرم اینور، یه 10 هم میام پایین. اوکی. اینا رو با هم دیگه وصلش میکنم. اف رو میزنم، فیلت فعال میشه. ام رو میزنم، مولتی پلی فعال میشه، یعنی پشت سر هم بتونم اینا رو فیلت کنم. اگه امو نظرم یه دونه رو فیلت کنم، دوباره مجبورم اف رو تایپ کنم، دوباره اینتر بزنم، بعدی رو دوباره اف رو تایپ کنم، دوباره اینتر بزنم. ولی وقتی امو میزنم یعنی مولتی پلی، این دستور ادامه داره. میام اینجا این دو تا رو به هم دیگه وصل میکنم، این دو تا رو به هم دیگه وصل میکنم، این دو تا رو به هم دیگه وصل میکنم و این دو تا رو به هم دیگه وصل میکنم. اوکی. همشو با هم دیگه جوین میکنم. این بالایی‌ها رو جی رو تایپ میکنم روی کیبوردم، اینتر رو میزنم. یه هچ برای اینم انتخاب میکنم، همون هچی که روی دیوار پایین زدم انتخاب میکنم، روش میزنم. خب کارم میخوام راحت کنم، همین اول کار دو تاشو انتخاب میکنم، میبرمش توی لایه دیوار، میذارمش وال. اوکی. اکسیتو میزنم بیاد بیرون، این رفت توی لایه دیوار. حالا من اینجا گفتم یه ثابتی میخوام اینجا بزنم، یه نمای ثابت میخوام اینجا بزنم. پس اینو خطشو میکشم، من تایپ میکنم مثلا 50 سانت.
میارمش میذارمش توی لایه یونیت. آفست رو میزنم 1 سانت و 6 میل به سمت داخل. ببینید بچه‌ها من اینجا نمای کارمو کشیدم 1 سانت و 6 میل به سمت داخل، دقیقاً همینجاست. من یه 10 سانتی اینجا گذاشتم دیگه. یه MDF 16 میل ضخامتش. من یه MDF اینجا میزنم، یه فاصله با دیوار بیفته. اوکی؟ این برام به همون صورت لاینمو میکشم، میگم آقا چقدر میخوام باشه؟ 50 سانت میخوام ارتفاعش باشه. میبرمش توی لایه یونیت. آفست رو میزنم 16 میل به سمت داخل. اوکی؟ حالا از این قسمت میگیرم میکشم تا این قسمت میذارمش. این خط هم میبرم توی لایه یونیت. این تو این قسمت داخل همش کابینت های من میشه دیگه. اوکی؟ زیتو میزنم. حالا تقسیم بندیام چطوری بود؟ اینجا خطاشو کشیدم دیگه. ببین من الان 50 سانتی رو کشیدم بچه‌ها. زیر کارم یه پاخورم میخوام بزنم. پاخور چیه؟ توی آشپزخونه، توی کمد، تو اکثر جاها میبینید یه قسمتی داره که یه قسمت ثابت زیر کارمون داره که پایه ها رو وقتی میزنیم روشو میپوشونیم. اوکی؟ من میخوام آقا یه پاخور 5 سانتی بزنم. میخوام 50 سانت باکس هم باشه و 5 سانتی متر پاخورم باشه. خب پس من میام پاخورمو میکشم بچه‌ها. لاینمو انتخاب میکنم. قاعدتا باید خطامو بزرگتر کنم. من لاینمو از این گوشه انتخاب میکنم تا این گوشه. اوکی؟ چرا این کارو کردم الان بهتون میگم. آفست رو میزنم، میگم آقا 5 سانت پاخور میخوام بخوره کارم. درسته؟ پس 5 سانت پاخور من میشه. حالا یونیت هم 5 سانت کوچیک شد دیگه چون من از رو زمین کشیده بودم، ولی الان 5 سانت میره بالاتر. دوباره آفست رو میزنم 5 سانتی رو میدم بره بالا. این خطو دیلیتش میکنم. همه اینا باید 5 سانت بره بالا. به خاطر اینکه اینا بچسبه به این صفحه یه راهکار داریم. از اکستند استفاده میکنیم یا راحت ترش تیریمو میزنید، تایپ میکنید، اینتر میزنید، شیفت رو نگه میدارید روی خطتون میزنید، همون کار اکستند رو انجام میده. میام اینور. اگه شیفت رو نگه ندارم پاک میکنه، اگه شیفت رو نگه دارم اضافه میکنه. پس به همین راحتی من این دو تا رو چسبوندم به بالا. حالا قسمت پایینش که رفته زیر پاخور رو نمیخوام، میخوام پاکش کنم. همون تیریم فعال دیگه، شیفت رو نگه نمیدارم. میام اونا رو پاک میکنم. این قسمت کار میام شیفت رو پاک میکنم. پاخور من میخوام کامل روی دیوار بشینه و از این پاخور بالاتر کابینت های من نصب شه، این دو تا نما بره بالا. اوکی؟ حالا من اینجا اینو کشیدم. یونیتام هم کشیدم. یه کار دیگه باید انجام بدم. باید صفحه رومو بکشم دیگه. من یه صفحه هم دارم. آفست رو میزنم 1 سانت و 6 رو تایپ میکنم. صفحه هم 16 میله میرم بره بالا. پس این صفحه من شد تاپس و اینم شد نماهای من. حالا میام خط یونیتامو میکشم. گفتم میخوام این دو تا یونیتم، این دو تا درم با یه دونه یونیت باشه، یه دونه کابینت باشه، دو تا در بخوره. پس میام از اینجا یه خط میام روش کلیک نمیکنم، مستقیم میرم بالا، یه خط راهنما بهم میده. اوکی؟ به اول یونیتم رسیدم. بعد از پاخور یه کلیک میکنم به سمت بالا. چند بود؟ 50 بود. تایپ میکنم 50 اینتر. دقیقاً همون جایی که میخوام میشینه. اوکی؟ حالا میام دومیمو میکشم. این یه دونه یونیتم، گفتم این دو تا رو میخوام دو تاش یه کابینت بشه با هم دیگه در بخوره. اینم میام بالا میکشم 50 رو تایپ میکنم، میگم 50 سانت. اینو گفتم یه دونه یونیت بشه، اینم سکشو میخوام بشه. پس میام واسه هر کدومش یه خط میکشم. از اینجا یه خط راهنما 50 اینتر. حالا اینا رو میکشم بچه‌ها. خب بخاطر که من تو نما باید بدونم دیگه به چه صورتیه. میام از این یه خط میکشم بالا، میگم با 50 سانت اینتر. اینم میام یه خط مستقیم میکشم به سمت بالا، یه 50 تایپ میکنم اینتر. این دو تا رو میخوام به صورت خطچین قرار بدم که بدونم اینا درای باز شوه، یعنی یه دونه یونیت دو تا در خورده. میام توی این قسمت لاین تیپ هام بازش میکنم، اینجا این خطچین رو انتخاب میکنم به همین راحتی. پس من اینجا خطچینم رو انتخاب کردم. حالا همه اینا رو میبرم توی لایه یونیتم. ببین این یه دونه کابینت دو تا در میخوره، این یه دونه کابینت دو تا در میخوره، اینم یه دونه کابینت جداگونه است، اینم یه دونه است. پس به همین راحتی من کابینت‌های زمینی طراحی کردم. اوکی؟ پس این میشه پلن یونیت‌های زمینی من. حالا میام دراش هم میتونم طراحی کنم حتی. از چه چیزی استفاده میکنم؟ از رکتنگل. بچه‌ها این جزئیات خیلی مهمه ها. ببینید من از اینجا یه خط میکشم میارم تا اینجا. خب یه رکتنگل من کشیدم که این میشه در ما. اوکی؟ بادخور درم در نظر میگیرم. این رکتنگلمو خط وسطشو میکشم، یه نقطه میزنم، F8 رو فعال میکنم که این بر اون بر نشه. F8 رو فعال میکنم که فقط توی راسته بره. به سمت این بر میکشم، میگم آقا 0.3 میل بادخور بده. این در که نمیتونه بچسبه به نما. شما در کابینت خونه‌تون رو نگاه کنید، همشون وسطاشون یه خط و خطوطی داره، با هم دیگه فاصله داره که به هم دیگه نچسبه وقتی در باز بسته می‌کنی. معمولا اون اندازش 3 میل یا 2 میله. من 3 میل فاصله میدم از این طرف. میگم آقا نقطه 0.3 میل. ببینید بچه‌ها درم 3 میل اومد داخل‌تر نسبت به نما. یعنی اون خطی که توی کابینتاتون دارید من اینجا اوکیش کردم. خیلی این کارو انجام نمیدن، این جزئیات اجرایی کاره. این یکی هم همین کارو میکنم، اون تا این سری به جای 3 میل 1.5 میل میزنم. چرا؟ چون این برای یه کابینت دیگه دارم که در اونم میخوام 1.5 میل بزنم، دو تا 1.5 میل میشه 3 میل. اوکی؟ ممیز
15 صدم میل، یعنی 1.5 میل. الان اینجا تا اینجا 1.5 میله. میام این قسمت جلوی کارم هم الان 2 سانت دیگه، در ما 16 میله، 2 سانت نیستش که. من الان به خاطر راهنما خطوط راهنما از صفحه گرفتم تا اینجا انداختم، پس 4 میل بزرگه. میام وسط اینم یه کلیک میکنم به سمت بالا میکشم، میگم آقا 4 دهم برو داخل، به همین راحتی. اوکی، من یه دونه در دیگه هم میکشم، بعد دیگه با سرعت تند این کارا رو انجام میدم و که تایم آموزش نگیره. حالا دومی رو میام از اینجا میگیرم، یا میام مثلا نگاه کنید خطوط راهنما، از اینجا میام میگیرم. ببینید بچه‌ها 2 تا خط راهنما بهم داده، 2 تا خط سبز. من کلیک نکردم، فقط لاینم فعال کردم، اومدم از این قسمت گرفتم، اومدم پایین به اینجا که رسیدم، خودش خط راهنمای اینوری هم داد، یعنی همباد این میشه. اینو میگیرم میکشم میام اینجا تا این قسمت. اوکی، حالا اینجا رو میگم آقا من 1.5 میلی رو بادخور دادم، تو هم 1.5 میل میخوام بادخور بهت بدم، میکشمش به سمت این ور، میگم آقا 15 صدم 1.5 میل اینجا، 1.5 میل اینجا میشه 3 میل. بین دو تا درمون بادخور قرار میدیم. حالا میام اینوری هم همین کارو انجام میدم، ممیز 1.5 میل میره این ور. حالا بقیه آموزش رو با سرعت تند انجام میدم و بعد دوباره با هم دیگه میریم جلو. خب ببینید بچه‌ها من درامو کشیدم، این در آخریه رو چیکارش میکنم؟ از این طرف که 2 تا در میخوره 15 یعنی 1.5 میل میدم بره داخل تر، ولی این بر که دیگه در نداریم همون 3 میلمو میدم، ممیز 3 دهم میل. اوکی، پس من درامو راحت با جزئیات کامل کشیدم. میام حالا همه درامو انتخاب میکنم، اینجا این درامو انتخاب میکنم، این درامو انتخاب میکنم، این درامو انتخاب میکنم، میام میذارمشون توی لایه دور. زیتو میزنم. ببینید بچه‌ها جزئیات چقدر قشنگ خودشو داره نشون میده. حتی یه کار دیگه هم انجام بدیم به نظرم خیلی خوب میشه. این قسمتی که در به کابینت چسبیده اونم در حد 1-2 میل فاصله بذارید، یعنی دیگه محشر اگه این کارو بتونید انجام بدید. ببینید من اینجا یه فاصله در حد مثلا 1.5 میل فاصله میدم. ببینید بچه‌ها این دیگه کارتون رو واقعی میکنه، چون توی واقعیت هم در کابینت وقتی بسته هست نسبت به خود کابینت قسمت لولاش 1.5 میل یه ذره بیرونتر هست. وقتی رگلاژش میکنن در یه ذره بیرونتره. اگه این کارو انجام بدید دیگه نقشه‌هاتون بدون نقص میشه. من رو همه درا این کار رو انجام میدم. ممیز 1.5 میل در آخری هم انجام میدم، ممیز 1.5 میل سیدو میزنم. ببینید بچه‌ها عالی شد. حالا درامو میتونم اینجا بکشم دیگه، درسته؟ همین درا رو میتونم اینجا بکشم، یعنی میتونم چه باید بکشم دیگه، تو نمای کلی کارم باید بکشم. رکتانگلمو فعال میکنم، میام از اینجا تا اینجا یه دونه در میکشم. ببینید بچه‌ها اینجا دقیقاً باید همون کارو انجام بدید. چه کاری؟ اینو باید 1.5 میل فاصله بدید. این یکی درتون رو باید از این ور باید 3 میل فاصلهش بدید. بادخوراشو تنظیم کنید دیگه. حتی از قسمت بالای کارم در حد 2 میل فاصله بدید بیاد پایین‌تر. اوکی، سیتو میزنم. من اینو میبرمش توی لایه در که بهتر متوجه بشید. ببینید بچه‌ها این 1.5 میل چی هست؟ یه بار من بهتون توضیح بدم کامل متوجه بشید. خب ببینید بچه‌ها من پینترست رو باز کردم، نگاه کنید. اینجا یه سری خطوط داریم، هر کدوم اینا یه در دیگه. وسط اینا ببینید یه خط سیاه هست، اینا واسه هم دیگه فاصله دارن. این خطا و این فاصله ها دقیقاً همون چیزیه که ما داریم اونجا انجام میدیم و هیچ کس دیگه ای انجام نمیده، ولی توی نقشه‌های فاز 2 که نقشه‌های اجرایی هستن باید انجام بشه. پس دقت کنید. شما اگه می‌خواید یه نقشه حرفه‌ای بکشی به کارفرما تحویل بدی، باید اینو رعایت کنید توش. با همین ابعادی که بهت گفتم، یعنی مثلا 3 میل، 1.5 میل، 1.5 میل. چرا با 1.5 میل گفتم؟ چون 1.5 میل میخواد روی این در بیفته، 1.5 میل این در میره این بر. تقسیمش میکنم بین دو تا در. خب من فایلمو باز میکنم. ببینید من یه دونه درو کشیدم. حالا همینطوری همه درامو میکشم. ویدیو رو متوقف میکنم، بقیه درا رو میکشم و دوباره ادامه ضبط با هم دیگه میریم جلو.
خب ببینید بچه‌ها من همه درامو کشیدم به جز این در گوشه‌ای. چرا این گوشه‌ای رو نکشیدم؟ چون این گوشه‌ای کشو میخوره. دراشو باید به این صورت بکشم. چند تا کشو میخوره؟ 3 تا میخوره. چطوری حساب کنم کشوهاشو؟ میخوام کشوام یه اندازه باشه. از اینجا متر میزنم تا اینجا 50 سانته. اوکی؟ میام توی ماشین حساب. میگم آقا 50 تقسیم بر 3 چقدر میشه؟ میشه 16 و 66. اوکی؟ میام اینجا یه خط میکشم از اینجا تا اینجا. یه آفست میزنم. 16 و 66 رو تایپ میکنم. یکی دو تا 3 تا 16 و 66 بهم داد. اوکی؟ حالا میام از اینجا دوباره دراشو به این صورت میکشم. آقا میگم از اینجا تا اینجا بیا یه دونه درم، درسته؟ حالا همین در از بغل 1.5 میل فاصله بگیر، از این بغل 3 میل فاصله بگیر. ارتفاع کارمون هم که بچه‌ها 2 میل بود دیگه، یعنی درامون 2 میل پایین‌تر بود نسبت به کابیده. ببینید 2 میل اومدم پایین، هم تو راستای این شد. کیسه میزنم این خط اضافه رو دیگه پاکش میکنم، درسته؟ حالا بقیه درامو میکشم، بعد بادخورای وسطشو در نظر میگیرم. اینو از اینجا میگیرم تا این گوشه، دوباره رکتانگلم فعال میکنم. از اینجا میگیرم که دیگه 3 میل بغل رو نخوام تنظیم کنم تا این گوشه. اوکی؟ حالا اینو میگیرم از این ور، میگم آقا 1.5 میل بیا این ور. وسطی رو هم همین کارو انجام میدم، میگم آقا 10 بیا این ور. اکسیتو میزنم. حالا من اینجا یه در پایین دارم که میخوام خط وسطش هم تنظیم کنم. وسطشو میگیرم، یه کلیک میکنم قرمز میشه، میگم آقا 15 صدم تو بیا پایین. این یکی وسطش هم انتخاب میکنم، قرمز شد، یه کلیک میکنم سمت بالا، میگم آقا 15 صدم یعنی 1.5 میل تو برو بالا. اوکی؟ من همینجا به همین راحتی تونستم دو تا درمو مدل کنم. حالا وقتی قاطی نکنم این لایه وسطی میشه برای یونیتمون دیگه، میبرمش تو لایه یونیت. کجا بود یونیت؟ این بود. اکسیت. ببینید چقدر قشنگ خودشو داره نشون میده. حالا واسه این وسط هم همین کارو انجام میدم. میگم آقا 15 صدم تو بیا پایین، تو هم 15 صدم برو بالا، 1.5 میل تو برو توی لایه یونیت. حالا درامو انتخاب میکنم هر سه تاشو، 1 2 اینم 3 میبرمشون هر سه تاشو توی لایه دور قرارشون میدم. ببینید من اینجا 1.5 میل این پایینی رو یادم رفته انجام بدم، اینم انجام میدم خیلی راحت. میکشم میبرم، میگم آقا 1.5 میل بیا اینور. به همین راحتی من قسمت پایین کارم مدل سازی کردم. اوکی؟ این پلن کار، این قسمت نمای روبروی کار، دراشو مدل سازی کردم، همه کارامو اوکی کردم. فقط صفحه کارم باید ببرم توی لایه تاپس. من اینجا یه لایه ساختم برای صفحه های کار. دور، انیمیشن، فول های، استیل، تکست، لیت بال. اینو میبرم توی تاپس، چون صفحه من جنسش با این چه یکیه، من این دو تا نمام میبرم توی لایه تاپس. پس یه نما اینجا خورد، یه صفحه، یه نمام اینجا، اینو بردم تو لایه تاپس، درام بردم تو لایه دور، یونیتام هم که داخل کار هست توی لایه یونیت بردمشون. کم رنگ دیده میشه، وقتی زوم میکنیم دیده میشه. این آموزش رو اینجا متوقف میکنم. تو جلسه بعدی ادامه مدل سازی دو بعدی اینو میریم و بعدش میریم توی 3D Max مدل سازیشو انجام میدیم، رندر میگیریم و این پروژه رو تمام میکنیم. فکر میکنم 5 6 جلسه بشه این ورکشاپ.